بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی رسولنا خاتم النبیین محمد و آله اجمعین. امروز من خواستم یه درد دلی بکنم که در سایتم هم منعکس بشه و دوستان گرامی مستحضر بشن از این درد دل من. کسانی که آشنا هستند با روحیات من، با آثار من، میدونن که ملایمت در این آثار غلبه داره بر توهین، اهانت، تندگویی، خشونت. و هیچ وقت به حمدالله توهینی به بزرگان اسلام نکردم، بلکه در مواردی که کسانی علامه طباطبایی مورد توهین قرار گرفت از نظر بعضی از افراد نادان دفاع کردم و این در سایت من و در کانال هایی که از اونجا اقتباس میکنن منعکس شد. در شرایط فعلی من میبینم که تمام نیرومو باید متمرکز بکنم رو دفاع از اصل اسلام. لذا کسی 23 سال نوشت خیانت در گزارش تاریخ در برابرش نوشتم. تولدی دیگر نوشت، من از دین ستیزی نافرجام نوشتم. کسی به اسم دکتر سینا شروع کرد ضد اسلام مقاله نوشتن، پاسخ به دکتر سینا نوشتن. اخیراً کسی اهانت به حضرت مولا امیرالمومنین علیه السلام کرده، جزوه‌ای بر رد او نوشتن. مقالات و سخنانم هم همطور که ملاحظه فرمودید، مثلا بردگی از دیدگاه اسلام، دفاع کردم از این توهینی که به اسلام کردن و نسبت غلط دادن. یا کتاب های دیگه که دارم همه جنبه دفاعی از اصل اسلام داره و الان معتقدم که عرض کنم باید همین راه رو ادامه بدم و مورد رضای خداست. من میبینم که سایت هایی مثل عرض کنم یا کانال هایی مثل نور، کلمه، وصال، امثال اینها الان وارد حوزه های بحث های جنجالی توهین آمیز شدن به مخالفین خودشون، حالا شیعه یا شخص معینی، و این جور بحث ها رو من نمیخوام داخلش بشم. با توجه به این که من معتقدم که باید از نظر مالی کاملا مستقل باشم، خودم تا جایی که امکانات داشته باشم و برخی از دوستانم کمک میکنیم این سایت ما رو راه میدیم. به هیچ وجه دولت جمهوری اسلامی کمکی در این قضیه به من نمیکنه، ولی آیون ممکنه برخلاف این باشن، اینا کمک بگیرن از دولت هاشون و دولت هاشون در اختلافات سیاسی با دولت جمهوری اسلامی هستن. در نتیجه دخالت من در اون کارها دخالت های سیاسی باشه که من هیچ راضی نیستم در این وادی گام بردارم. من کارم کار فرهنگی است و اینطوری تشخیص دادم که مسلمین این روز در این روزگار باید از نظر فرهنگی ترقی کنن و بالا برن و عرض کنم که اون هم با توهین و اساءه ادب به علما از این کار ممکن نمیشه، بلکه نفرت و کینه رو بین طبقات مسلمین زیادتر میکنیم. از این جهته که خواهش میکنم نوارهای من رو، سخنان من رو در کانال هاشون منتقل نکنن و چون میدونم که بالاخره مسلمان هستن، متعبدن، به حلال حرام معتقدن، عدم رضایت من در این قضیه موجب خواهد شد که عرض کنم که انشاءالله اینها خودداری بکنن از اینکه سخنان من رو در اون کانال ها منعکس بکنم. و ضمناً اینم عرض بکنم که من یک مسلمان آزاد اندیش هستم، به اهل بیت پیامبر فوق‌العاده علاقه‌مندم و افتخار خودم میدونم که پیرو اونها باشم. بنابراین نه سنی هستم نه وهابی هستم، عرض کنم که نه ضد اهل بیت رسول خدا هستم صلی الله علیه وسلم، و از این جهت خودم یک مسلمان آزاد اندیش محقق میدونم، دوستدار خاندان پیغمبر و احترام میذارم به همه مسلمان هایی که از صدر اسلام تا حالا از جاده حق و حقیقت خارج نشدن. احساس برادری با همشون میکنم. من نکته رو غفلت کردم از گفتنش و اون نکته اینه که نوارهای من که در کانالهای مختلف رفته به هیچ وجه
من برای اونها نفرستادم و اونها داخل سایت من شدن و این نوارها رو گرفتن. به هر حال من در این قسمت دخالت نکردم که گفته بشه که خودت برای ما اینها رو فرستادی، بنابراین از ما اینها رو آزادانه میگذاریم. این مسئولیت هم به حمدالله تعالی بر گردن من نبوده. و السلام علیکم و رحمت الله.